سلام دوستان خوبم، امیدوارم حال همگی خوب باشه. من یاسمنم و اینم یه ویدیوی دیگه از چنل من. توی این ویدیو قراره بهتون بزرگترین دشمنتون رو معرفی بکنم. بزرگترین دشمن شما کامفورت زونه. کامفورت زون یه محدوده است که اون رو مثل یک حباب در نظر بگیرید که شما در وسط این حباب هستین، ولی تمام رشد و پیشرفت شما خارج از این محدود است که اتفاق میافته. در گذشته برای انسان یک مکانیزم دفاعی بوده، چون که اون زمان 300-400 هزار سال پیش یا حالا 1 میلیون سال پیش انسان با چالش‌های خیلی بیشتری مواجه بوده و محیط بیرون براش محیط بسیار خطرناکی بوده و مجبور بوده برای بقا به اون حاشیه امن خودش، نقطه امن خودش پناه ببره که بهش میگن همون کامفورت زون. اما انسان امروز اون درگیری ها و چالش ها رو به هیچ عنوان نداره. پس امروز کامفورت زون فقط شما رو محدودتر میکنه. این یه مقدمه بود برای ویدیوی امروز. حالا بریم ببینیم دقیقاً کامفورت زون چیه و چطور میتونیم از اون خارج بشیم. با شناخت و خروج از کامفورت زون شما میتونید زندگی رو اونجوری که دوست دارید زندگی کنید، نه اونجوری که هست. هر چیزی که بسیار راحت باشه، برای شما سختی خاصی نداشته باشه و به چالش نخورید، اون کار درون کامفورت زون شماست. مثل رانندگی کردن. خیلی از ما برای رانندگی کردن نیاز نداریم که خیلی فکر کنیم و برای ما خیلی کار آسونیه. ما فقط سوار ماشین میشیم که به محل کارمون برسیم و سوار ماشین میشیم تا از محل کار به خونه بیان و همین. اما دویدن چطور؟ دویدن خارج از کامفورت زون ماست. باعث میشه ما عرق بکنیم، ضربان قلبمون بالا بره، به نفس بیفتیم و خسته بشیم و اصلاً کار راحتی نیست. ولی فقط کافیه که چند ماه مستمر بدوین. بعد چی میشه؟ سیستم قلبی عروقی شما تقویت میشه، قدرت تصمیم گیری شما بهتر میشه، اعتماد به نفس شما بالاتر میره، شبا راحت میخوابین و کلاً تأثیرات بسیار مثبتی میتونه روی بدن شما و روی روحیه شما داشته باشه. ولی صرفاً هر چیزی که بیرون از کامفورت زونه خوب نیست، همونطوری که هر چیزی که درون کامفورت زونه بد نیست. مثلا من اگر الان یک سوزن بردارم و اون سوزن رو به پای خودم فرو بکنم، این کار چیه؟ این کار خارج از کامفورت زون منه، ولی کار درستی نیست. پیاده روی درون کامفورت زونه، چون ما کار خاصی نمی کنیم، اذیت نمیشیم، فقط پیاده میریم، ولی چیز بدی نیست، چیز خیلی خوبیه. فکر میکنم به اندازه کافی و به زبان ساده توضیح دادم که کامفورت زون چیه. الان در ادامه چند مورد میخوام بگم در مورد خروج از کامفورت زون. تحقیقات علمی نشون داده که خروج ما از کامفورت زون باعث بیشتر شدن قدرت تمرکز، اعتماد به نفس و خلاقیت ما میشه. یک نمودار هم هست که اونو براتون توی ویدیو میذارم که یک نمودار علمی هست، اسمش هم سخته، باز مینویسم براتون. این نمودار رابطه بین عملکرد و استرس رو نشون میده. یعنی ثابت میکنه که هر وقت ما در استرس هستیم مغز ما بهتر عمل میکنه. بذارین یه جور دیگه براتون توضیح بدم. وقتی که ما با یک مانع روبرو میشیم، ذهن ما اون مانع رو خطر شناسایی میکنه و برای خروج از خطر و پیدا کردن راه حل تمام تلاشش رو میکنه و راههای جدید پیدا میکنه. برای خروج از نقطه امن یا کامفورت زون ابتدا باید کامفورت زون خودتون رو بشناسید. یک لیست از کارهایی که برای شما ساده هستن تهیه بکنید و در قدم بعدی یه سری اهداف کوچک و قابل دستیابی برای خودتون تعیین بکنید. مثلا اگر از سخنرانی کردن میترسین یا استرس دارید از سخنرانی کردن، دفعه بعد برای یک جمع خیلی کوچیک دوستانتون صحبت کنید، سخنرانی کنید و سعی کنید که کنترل مجلس یا حالا اون دور همی رو در دست بگیرید. یک مسیر جدید پیدا کنید برای رفتن به سر کار. اگر یک کاری بوده که هی اونو به امروز و فردا موکول می‌کردین، الان زمان مناسبیه که دنبال اون کار برید. خودتون رو به یادگیری یه حرفه متعهد کنید. خودتون رو مجبور کنید که یک حرفه جدید یاد بگیرید.
این باعث ایجاد اعتماد به نفس در شما میشه و دیدگاه شما رو نسبت به تغییرات و چالش‌های مسیر تغییر میده. مورد دیگه حمایت دوستان و خانواده شماست. در این مسیر حمایت خیلی چیز مهمیه. داشتن یک مربی یا یک معلم در این مسیر خیلی میتونه کمک کننده باشه، ولی این به این معنا نیست که اگر مربی نداشته باشید نمیتونید وارد این مسیر بشید. مورد آخر که از نظر من مهمترین مورد این موضوع و این ویدیو هستش اینه که باید ناکامی رو بپذیرید. همیشه یادتون باشه که ناکامی بخشی از مسیر رشد شماست و هر ناکامی رو یک فرصت در نظر بگیرید برای رشد بیشترتون. این مسیر اصلاً مسیر ساده ای نیست. ذهن مدام با شما خواهد جنگید که شما رو نگه داره توی کامفورت زون. این فقط یک مقدمه خیلی ساده بود راجع به کامفورت زون. من دوباره برمیگردم با ویدیوهای بیشتر در مورد کامفورت زون و اینکه ما چطور میتونیم خارج بشیم، چون خودم الان درون این مسیر هستم و به اشتراک گذاشتن این ویدیو باعث میشه که هم خودم تشویق بشم، هم شاید هم مسیر جدید پیدا کنم. لطفاً منو حمایت کنید، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. من زود برمیگردم. خدا نگهدار.